الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. اما بعد، به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سپاس و ستایش فراوان مران ذاتی را که قرآن را برای انسانها آموخت تا که انسانها به توسط این قرآن کریم زندگی خود را به سوی سعادت و نیکبختی پیش ببرند. درود و برکت بر آن پیامبری که هر کسی که در مسیرش پیمود کامیابی دنیا و آخرت نصیبش شد و هر کی برخلاف مسیرش حرکت کرد سرانجامش به نابودی کشید. دوستان عزیز، برای انسانها الله تبارک و تعالی بزرگترین نعمتی که داده هست زبان چنین یک نعمت بزرگی هست که به توسط این زبان انسانها در میانشان با همدیگر ارتباط کلامی برقرار میکنند و به توسط این زبان انسانها با همدیگر افهام و تفهیم میکنند و گاهی خواسته و یا نخواسته امکان دارد که به شکل خواسته و یا نخواسته از پیش انسان زبان آلوده و گناهانی همچو غیبت و تهمت و دروغگویی و سوگندهای ناحق شود بدون اینکه خود انسان متوجه شود. زبانش آلوده و گناه شد. صحابه جلیل القدر معاذ ابن جبل رضی الله عنهما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان کردند: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا انسانها و آنچه که میگویند مورد بازخواست قرار میگیرند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برای معاذ ابن جبل فرمود: یا ابن الجبل، و هل یکب الناس فی النار علی مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ به طرف معاذ ابن جبل رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ای معاذ، آیا بغیر از زبان دیگر کدام چیزی هست که انسان را به دوزخ بکشد؟ یعنی منظور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این بود که اکثریت مردم که داخل دوزخ می روند سببش همین زبان و همین یک تکه گوشت است. زبان یک تکه گوشت هست. اگر به تمام اعضای بدن انسان مقایسه کرده شود، از همه بزرگترین عضوی که مرتکب گناه می شود زبان هست. زبان 11 آفت دارد. اولش غیبت هست. الله تبارک و تعالی در مورد غیبت چی می فرماید؟ ولا یغتب بعضکم بعضا. الله تبارک و تعالی میگوید شما غیبت نکنید بعضتان را. و باز چی می فرماید؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله. الله تبارک و تعالی میگوید آیا در میان شما چنین یک کسی هست که دوست داشته باشد که گوشتی برادر مسلمان خود را در حالی که آن وفات نموده هست، آن فوت کرده هست، بخورد؟ فکرهتموه، بدرستی که شما این را ناپسند و این را بد می‌دارید. واتقوا الله، پس از الله متعال بترسید، در مورد زبان‌هایتان غیبت نکنید. و دوم آفت زبان چی هست؟ دروغگویی. الله تبارک و تعالی در مورد دروغ چه می‌فرماید؟ الا لعنت الله علی الکاذبین. لعنت الله تبارک و تعالی بر بالای دروغگویان است. دروغ چنین یک صفت بدی هست که نه تنها این انسان‌ها این را بد دارند، بلکه حتی کفار مشرکین که عقیده ناصحیح و ناسالم دارند، آنها هم دروغ را بد می‌پسندند. اگر یک کسی بخواهد که در دیگر کشورها وظیفه بگیرد، اول آن را مورد امتحان قرار میده که اگر آن دروغ گفت آن را به وظیفه نمیگیرند. دروغ اینقدر چنین صفتی بدی هست که حتی کفار این را بد دارند. پس چی که مسلمان ها دروغ بسیار یک صفتی بدی هست. و سوم آفت زبان لهو و لحب است. یعنی یک انسان هر گپی که از دهنش بیاید آن را گفته می رود. آیا یک لحظه من و شما پیش خود به این فکر کردیم که در قبال حرفهایمان من و شما مسئول هستیم؟ هر کسی در آن سخنانی که میگوید سنجیده و یا ناسنجیده مورد بازخواست قرار میگیرد.